فعلا نمیخوام بذار زنگ بزنم. این در دفتر شما و ممکن است حکومت و حفاظت از حریم هوایی ایران خب اینا الان چجوری میخواید نشون بدید شبکه‌ای که این میتونی بزنی که چیز آنها میلیاردها دلار را صرف توسعه موشک‌ها و برنامه‌های تسلیحات هسته‌ای می‌کنند. به جای اینکه در زیرساخت‌های آموزش و پزشکی برای رفاه چیزو نداری آنتن ایرانو؟ اما در کسی پوشیده نیست که چند روز پیش این وضعیت شروع به تغییر کرد. افسران ارشد نیروهای